حمل و نقل عمومی. اسلوونی از لحاظ وسعت یکی از کوچکترین کشورهای اروپایی است، اما در آن تنوع بسیاری را میشود مشاهده کرد. در اسلوونی برای حمل و نقل عمومی از اتوبوس و قطار استفاده می‌کنیم. در بعضی از شهرها برای حمل و نقل اتوبوس سریعتر، قابل دسترس‌تر و آسان‌تر است و در برخی دیگر قطار. قبل از ورود به هر کدام شما باید بلیط را خریداری کنید، مگر اینکه باجه فروش بلیط بسته باشد و یا وجود نداشته باشد. ما در داخل شهرها فقط اتوبوس برای حمل و نقل عمومی داریم و تمامی خطوط اتوبوس با اعداد و نام ایستگاه‌ها شناسایی می‌شود. شما برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهر لوبلیانا به کارت خاصی به نام اوربانا نیاز دارید. شما می توانید آن را به صورت ماهانه شارژ کنید یا به صورت مقطعی و همانطور که مورد علاقه شما است مورد مصرف قرار دهید. شما می توانید آن را در مغازه‌ها و دکه‌های سیگار فروشی و یا ماشین‌های اتوماتیک مخصوص که دستورالعمل انگلیسی دارند خریداری کنید. هنگام ورود به اتوبوس تنها از درب اول و هنگام خروج از درب‌های عقب می توانید استفاده بفرمایید. وقتی وارد اتوبوس می‌شوید باید کارت خود را مورد تایید قرار دهید، حتی اگر بخواهید اتوبوس خود را تغییر بدهید. با داشتن یک کارت اوربانا افراد بیشتری هم می‌توانند از آن برای تردد استفاده کنند. اما باید قبل از اعتبارسنجی و استفاده برای چند نفر به راننده اتوبوس اطلاع دهید. سفر کودکان نیز تا سن 6 سال رایگان میباشد. برخی از قوانین فرهنگی و غیر رسمی در اتوبوس‌ها این است که صدای ما بلند نباشد و صدای گوشی خود را در مکان عمومی فعال نگذاریم و از پخش فیلم و کلیپ و با صدای بلند پرهیز کنیم. همیشه نزدیک به خروجی بنشینیم و اولین صندلی‌ها را برای افرادی که نمی‌توانند به راحتی سرپا باشند خالی بگذاریم. برای خروج از اتوبوس قبل از توقف آماده می‌شویم و دکمه استاپ را فشار می‌دهیم. در غیر این صورت راننده اتوبوس در ایستگاه توقف نمی‌کند. در تمامی شهرها و مناطق بزرگ تاکسی به راحتی قابل دسترس است. شما نیز می توانید برای سفر بین شهرها از برنامه prevozi.org استفاده کنید که قیمت بلیط را با حالت مناسب‌تری ارائه می‌دهد. پناهجویان فراموش نکنند که برای رفتن به شهری دیگر شما نیازمند مجوز ویژه‌ای خواهید